پرسیده بودید آیا طبیعیه یک پسر به خاطر ذهنیت کودکیش علاقه داشته باشه به حس زن بودن، به اینکه لباسهای زنانه بپوشه و به اینکه مورد آزار جنسی توی رابطه قرار بگیره. اول اینکه ما اکثر الگوهای رفتاریمون نیمه بسیار زیادی از شخصیت ما توی دوران کودکی و از طریق الگو برداری از محیط‌های اطرافمون با نگاه کردن به دست میاد. ولی الان اینجا 3 سوال مطرحه. سوال اول، آیا فردی که مرده و علاقه داره که خودش رو به صورت زن نشون بده، لباسهای زنانه بپوشه و یا اینکه تو رابطه جنسی مورد آزار جنسی قرار بگیره، آیا طبیعی هست یا طبیعی نیست؟ اول اینکه فردی که مرد بودن خودش رو دوست نداره و علاقه داره که زن باشه و اصلا دوست نداره توی این جسم مردانه باشه، این فرد باید مورد بررسی قرار بگیره. چرا که شاید اون هویت جنسیش، اون علاقه‌های جنسیش و اون جسمش به صورت مرد داره خودش رو نشون میده ولی در واقع زنه، که ما به این افراد میگیم ترنسکسوال، یعنی افرادی که لازم تغییر جنسیت بدن. مورد دوم این که فرد میگه من مرد بودنم رو دوست دارم، مشکلی باهاش ندارم، ولی دوست دارم توی رابطه و بیشتر اوقات توی بیشتر رابطه ها برای که تحریک بشم لباسهای زنانه بپوشم، که این توی رشته سکس تراپی ما بهش میگیم مبدل پوشی. یعنی فرد اصلا تحریک نخواهد شد مگر اینکه توی رابطه خودش رو به صورت مفعول، به صورت یک زن نمایش داده بشه و در صورتی که فرد از این موضوع بسیار ناراحته، ما اونو به عنوان انحراف جنسی تلقی میکنیم و لازمه که توی فرد مورد بررسی قرار بگیره. مورد آخر این که فرد میگه که من دوست دارم توی رابطه مورد آزار جنسی قرار بگیرم، یعنی اینکه ما اینجا شک میکنیم که اگه فرد بیشتر اوقات و توی بیشتر رابطه های جنسی دوست داره مفعول واقع بشه و مورد درد و رنج قرار بگیره، این فرد ما میتونیم شک بکنیم به اینکه شاید دچار انحراف جنسی مازوخیستیک باشه. یه نکته بسیار مهمی که لازم من اینجا بگم، ما یک کلمه‌ای داریم به نام تشخیص افتراقی، یعنی قراره که توی یک چیزی، یک موردی که شما به ما مراجعه میکنید، ما بتونیم اون رو از چندین تشخیص دیگه تفکیک کنیم و به تنهایی یک تشخیص برای ما کافی نیست. ممکنه که این شخص مبدل پوش باشه، انحراف جنسی داشته باشه، ترنسکسوال باشه و ممکنه که خیلی موارد دیگه توی این فرد وجود داشته باشه که باید ما اون رو تشخیص بدیم. پس این کلیپ صرفاً برای دادن یک سری اطلاعات زمینه‌ای به شماست و حتما کپشن این کلیپ رو مطالعه کنید.